سلام علیکم وطندارای عزیز، انشالله که جور صحتمند باشین. امروز اومدیم با آموزش برنامه 511. امروز میریم یک بسته فعال میکنیم. از بخش پروشگاه رو میزنیم، روش کلیک میکنیم. خب اول از همه شما از اینجا میتونین این اپلیکیشن رو به دوستایتان اشتراک گذاری کنین. واتساپ از تلگرام، مسنجر، ایمو، اینستاگرام، فیسبوک و کل چیزهای دیگه هم هستن. خب حالا میایم اینجا از بسته اینترنت افغانستان را انتخاب میکنیم. خب حالا اینجا شبکه افغان بیسیم را میخوام فعال کنم، لازم دارم. مشاهده سبد خرید. خب از اینجا میریم 6 جی بی را فعال میکنیم. پرداخت رو میزنم. خب اینجا شماره موبایل خود را باید بنداز میگه. خب اینجا انداختم شماره موبایل را. خب خرید انجام شد وطندارای عزیز. این 6 جی بی شماره موبایل، این شماره تراکنش است. وقتی که به مشکل خوردین اینو به تیم پشتیبان بفرستین، چیز شما پیگیری میشه. اینم تاریخ، روز، سال، ساعت، همه چی گذاشته. از اینجا میتونین اشتراک گذاری کنین به دوستایتان. خب وطندارای عزیز، اپلیکیشن 511 داره بروزرسانی میکنه برنامه‌شو. وقتی که شما اومده باشین برنامه کلا سیستمش تغییر کرده باشه. زنده باشین، وقتان خوش، سلامت باشین وطندارای عزیز.